رفقای گلم چطور هستین؟ خوب هستین؟ آقا ما توی ویدیوهای قبلی اومدیم یه سری از مباحث تحلیل تکنیکال رو شروع کردیم توی سبک اسمارت مانی و گفتیم که قراره توی ویدیوی بعدش بیایم و این مباحث رو روی چارت پیاده کنیم که ببینیم کندلا چی هستن، روند چی و کلی مباحث دیگه. خب بریم که شروع کنیم دوستان. توی ویدیو قبلی چیزایی که در موردش صحبت کردیم گفتیم که کندل چیه و انواع اون چیه و کندلای سیگنال بار و کندلای تاییدیه رو با هم دیگه بررسی کردیم و اینکه آقا کجا فشار خرید و فروش وجود داره و اینکه انواع روند، حالا ما چه روندایی داریم، روند سوری، نزولی و خنثی. حالا اگه اون ویدیو قبلی رو ندیدید پیشنهاد میکنم که حتما اول کار اون ویدیو رو ببینید. کار لینکش این بالا میاد، میتونید کلیک کنید و سریع اول کار اون رو ببینید و بعدش برید سراغ این ویدیو. خب خیلی خوب دوستان، بریم که این مباحث رو روی چارت پیاده کنیم. اول کار آقا با شکل‌های کندلا کار داریم. خب نگاه کنید دوستان، ما گفتیم که یه سری از کندلا داریم، مثل کندل دوجی داشتیم، کندل همر داشتیم، همر معکوس داشتیم، بالا یه سری دیگه از کندلای فول باری که حالا بهشون گفتیم کندلای تاییدیه. خب بریم اینا رو چند تاشو روی چارت مشخص کنیم. خب اول کار با اون کندلای سیگنال باری که گفتیم شروع میکنیم، کندلای مثل دوجی، همر معکوس و حالا شوتینگ استار اگه بود مشخصش می‌کنیم روی چارت. خب نگاه کنید، ببندم. خب اینجا الان این یک کندل همره که داخلش فشار خرید وجود داره با توجه به این شده بلندی که زده. این یعنی کندل همره. فقط الان میخوام توی اینجا شکل این کندلا رو بشناسید. این کندل این وسط یک کندل شوتینگ استاره دیگه، بازم اینجا کندل همر داریم، اینجا بازم یه همر دیگه، اینجا یک کندل دوجی داریم، این کندل وسطیه کندل دوجی ناتوازنی در بازار رو میرسونه، اینم کندل شوتینگ استار که اینجا پیداش کردیم که اونم بازم ناتوازنی در بازار رو داره بهمون میگه دیگه. اینجا بازم یک کندل دوجی، این کندل سبز رنگ ناتوازنی توی بازار، کندل همر معکوس رو پیدا نکنیم اینجا. خب اینجا الان بازم یک کندل دوجی داریم. خب کندل دیگه اینجا نگاه کنید، کندل دوجی چی بهش میگن، دوجی. اینجا یک کندل همر معکوس، این کندل سیگنال باری که اینجاست، کندل قرمز همر معکوس فشار فروش رو داره میرسونه. و حالا کندلای سیگنال بار دیگه که حالا داخل چارت پر است ازشون. و اما کندلای تاییدیه همون کندلای فول باریه که داخلشون فشار خرید و فروش خیلی زیادی وجود داره، مثل این کندلایی که اینجا هستن. اینا اون کندلایی که اصطلاح بدنه بزرگی دارن که دیگه بالاخره کندلای فول باری من بهشون به اصطلاح میگم. حالا درسته توی سبکای دیگه و روش‌های دیگه حالا اسمای مختلفی داره. خب اینجا الان یه کندلای فول باری رو داریم می‌بینیم که داخلشون خریدار هستن، خیلی هم پرقدرت رفتن بالا. توی این کندل فول باری نزولی، بازم اینجا کندل فول باری نزولی، بازم کندل فول باری نزولی، اینجا هم همینطور خریدارا وجود دارن. کندل فول باری سوری رو داریم اینجا. حالا دیگه مشخصه که این کندلای سیگنال بار رو تاییدیه که حالا تو جلسه قبل گفتیم چه شکلی هستن. خب بحث بعدی که داخلش صحبت کردیم در مورد این بود که آقا ما این کندلای سیگنال بار تاییدیه رو کارا پیدا کردیم، حالا چطور ازشون استفاده کنیم. گفتیم که آقا اگه ما داخل سقف یا کف‌های که داخل روند بازار می‌بینیم این کندلای سیگنال بار تاییدیه باشن، میتونیم حالا یه سری از معاملات رو باز کنیم. خب نگاه کنید، مثلا اینجا یه روندشی داریم، اینجا یه روند سودیه. خب ما گفتیم که توی روند سودی دنبال چی هستیم؟ دنبال بای. پس باید توی کفایی که داریم دنبال بای باشیم. خب حالا نگاه کنید، یکی از راه‌هایی که حالا ما میتونیم بای رو بگیریم استفاده از همون کندل‌های سیگنال بار تاییدیه هستن. خب به چه صورت میتونیم ازشون استفاده کنیم؟ به این صورت. ما دنبال کف‌ها، دنبال تشکیل این کندل‌های سیگنال بار تاییدیه هستیم برای انجام معاملات بای. اینجا رو نگاه کنید، مثلا اینجا الان اینجا یک کندل سیگنال بار همه رو داریم اینجا که بعدش یک کندل تاییدیه شکل گرفته و اگه هم دقت کنیم همه اون شرایط رو داره، یعنی کلوز اون کندل تاییدیه اون بالای این کندل سیگنال بارمونه. و الان اینجا ما میتونیم بعد از حالا
بسته شدن این کندل اینجا میتونیم یه معامله بای رو داشته باشیم. حالا نمونه‌های دیگه هم ازش هست، مثلا اینجا، همین اینجا یه کندل سیگنال بار و بعدش یه کندل تاییدیه که الان ما اینجا میتونیم یه معامله بای رو دقیقاً اینجا انجام بدیم. روش ساده تقریبا، البته که ببینید که فقط همین نیست، یعنی در آینده تو جلسه‌های بعدی یه سری از روش‌ها رو یاد می‌گیریم مثل اوردر بلاک ها که خیلی میتونیم از اونها استفاده کنیم و به نظر این روش سیگنال بار تاییدی یکی از پیش افتاده ترین روش هست که حالا من خودم ازش استفاده نمی‌کنم، پیشنهاد می‌کنم که شما ازش استفاده نکنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید تا اونجا روش‌های دیگه‌ای رو یاد بگیرید. خب مثلا اینجا تو برعکسش روند نزولی ببینید پیدا می‌کنیم اینجا چیزی. خب نگاه کنید الان اینجا توی صف قیمتی باید به دنبال چی باشیم؟ سل باشیم دیگه، روند نزولیه. خب نگاه کنید اینجا الان این کندل سیگنال باره، حالا اینم هنوز فول بادی برامون نداده تا اینجا رو نگاه کنید یه کندل، حالا اینو میتونیم حالا فول بادی هم میتونیم در ازش بگیم، بدنه بزرگی داره. اینجا کندل سیگنال بار تشکیل داد و بعدش اینجا یه کندل تاییدیه. ما اینجا میتونیم معامله فروش رو باز کنیم، حالا تا یه کف قیمتی دیگه که بتونیم قیمت رو برگردونیم، تارگت رو میتونیم تا اونجا بزنیم. دیگه براتون چند تا دیگه پیدا کنم. ببینید با توجه به روند باید دنبال این سیگنال بار رو همین کندل تاییدیه باشید. مثلا تو روند نزولی نرید توی کفا دنبال این کندل سیگنال بار رو تاییدیه باشید، چون استاپ می‌خوره دیگه، روند نزولیه. باید همراه روند پیش بریم، نباید مخالف روند کار کنیم هیچ وقت. خب این از این موضوع. حالا اینجا بازم یکی دیگه پیدا کردم، اینجا یک کندل سیگنال بار دوجی شکل گرفته و بعدش یک کندل تاییدیه. خب ما اینجا حالا میتونیم یه معامله سل رو باز کنیم با توجه به روند نزولی که به اصطلاح داریم. خب کجا بود؟ اینجا. خب میتونیم دقیقاً بعد از بسته شدن این کندل تاییدیه‌مون، البته اگر تایید دادن حتما باید منتظر تایید دادن بمونید. چی شد انگار؟ آره گذاشته شد. خب پوزیشنمون مثلا اینجا میذاریم، استاپمون رو میذاریم حالا مثلا بالای سقف قبلی، حالا تارگتمون هم تا اون پایین ماینا که حالا یه ناحیه برگشته اگه پیدا کنیم میذاریم تو همون ناحیه. توی تارگت گذاشتن و استاپ گذاشتن حتما خیلی دقت کنید. حالا تو جلسه‌های بعدی حتما میگم که چطور این کار رو انجام بدید، تارگت رو کجا بذارید، استاپ رو کجا بذارید و غیره. حالا مثلا میتونستیم یه معامله با ریسک ریوارد حدودا حالا 5 رو میتونستیم اینجا بگیریم ازش با استفاده از این روش. البته بازم میگم روش زیاد مطمئنی نیست، روش حساب نکنید هیچ وقت. خب بعد از این موضوع آقا رفتیم سراغ انواع روند. ما روندایی که داشتیم، روند صعودی، نزولی و خنثی رو داشتیم، حالا همون رنج که من داخل ویدیو قبلی قشنگ در مورد این روند صحبت کردم که دقیقاً به چه شکل روند صعودی، نزولی و خنثی که داخلشون کی وجود داره، خریدار وجود داره، فروشنده وجود داره و حالا روند خنثیش هم که گفتیم یه ناتوازنی توی بازار شکل گرفته، یعنی برابر بودن خریدار و فروشنده، یا مثلا یکیشون هست یکیشون نیست و حالا ناتوازنی توی بازار توی روند رنج. خب آقا بریم یه سری از این روندهای صعودی و نزولی رو پیدا کنیم. اول با صعودی شروع میکنیم. خب نکنید الان ما اینجا یه روند صعودی رو داریم، همونطور میبینید که داره سقف و کف‌های بالاتری رو میزنه توی روند برای ما. نکنید الان اینجا یه سقف یه کف، خب سقف بعدی از سقف قبلیش بالاتره یا مثلا کف بعدیش از قبلی بالاتره. اینطوری بگم نگاه کنید به این صورتی که آقا سقف و کفایی که بعد از اولین سقف و کف میزنه باید بالاتر باشه. یعنی نگاه کنید اگه الان من این پسو بیارم، اینجا بود فکر کنم، نه اینجا. خب ببینید ما الان اینجا یه سقف داریم یه کف داریم. خب سقف بعدی و کف بعدی بالاتر از سقف و کفای قبلیش هستن. الان اینجا یه روند صعودیه. خب که میگم سقف و کفای بالاتری میزنم منظورم همینه. خب اینجا یه سقف و کف بالاتر، دوباره یه سقف بالاتر، کف بالاتر، سقف بالاتر، کف بالاتر و همینطوری به ترتیب که الان اینجا یه روند صعودی رو داریم. حالا چند تا دیگه پیدا کنیم. مثلا همین اینجا، الان از اینجا تا اینجا روند صعودی داشتیم، سقف و کفای بالاتری داشته برای ما میزده تا این که حالا یه جایی این روند
صعودی دیگه به اصطلاح تموم شده و روند تبدیل شده به روند نزولی. آره این مقدار روند نزولی شده. حالا این چیز عادیه که روند حالا مثلا از صعودی به نزولی تغییر پیدا کنه، نزولی به صعودی، و خیلی خیلی چیز عادیه توی این بازار. خب حالا روند نزولی، البته روند نزولی، خب اینجا یه روند نزولی داریم، داره سقف و کفای پایین‌تری رو میزنه برای ما. اینجا یه کف پایین‌تر، سقف پایین‌تر، کف پایین‌تر، سقف پایین‌تر، کف پایین‌تر و همونطور به ترتیب سقف و کفای پایین‌تر. حالا اینجا هم که روند تغییر پیدا کرده به صعودی. خب اما روند رنج، خب رنج ببینیم آیا اینجا چیزی پیدا میشه یا نه. خب میگردیم. حالا اینجا یه مقدار میتونیم بگیم رنج هست، ناتوازنی توی بازار شکل گرفته. روند رنج گفتیم به این شکله، مثلا حالا قیمت حالا توی روند صعودی میره بالا، حالا مثلا وقتی به یه ناحیه میرسه میبینیم که آقا داره درجا میزنه قیمت. حالا بعد از این درجا زدن معلوم نیست حالا بره به سمت بالا یا بیاد به سمت پایین، حالا که بشکنه به سمت بالا یا پایین بالاخره. حالا برعکسش هم بودا که مثلا ممکن از روند نزولی بیاد و بهش رنج رو بزنه. الان اینجا حالت اوله، یه روند صعودی اومده و بعدش حالا یه رنج درجا زده و بعدش که می‌بینیم به سمت پایین شکسته شده. خب الان بخوایم مشخصش کنیم نگاه میکنیم اینجا که یک روند صعودی رو داشتیم، اینجا اومده و قیمت برای ما یک رنجی رو تشکیل داده. خب درسته که حالا نگاه کنین اینجا اولش به سمت بالا شکسته شده، اما ببینید بعضی وقتا توی بازار بعضی از شکست‌ها بهشون به اصطلاح میگیم شکست فیک و فقط برای اینکه که نقدینگی رو جمع کنه. میدونید چرا؟ حالا ولش کنید، توی جلسات آینده میگم در مورد بحث لیکویدیتیه. ولی نگاه کنید در اصل این به سمت پایین شکسته شده. اینجا ما یه رنجی رو داشتیم که اینا به سمت پایین شکسته شده، که حالا ما میتونیم بعد از این شکست توی پول بکش مثلا این ناحیه‌ها دنبال معامله فروش باشیم. حالا یه چند تا دیگه رنج هم ببینیم پیدا میشه یا نه، مشخصش کنیم. خب اینجا میشه گفت حالا یه رنج هست اینجا این قسمت ها. خب بریم مشخصش کنیم دوستان. خب قیمت صعودی بوده، همینطور رفته به سمت بالا تا اینکه رسیده به این ناحیه، حالا مقاومت بوده، جایی بوده که قیمت اومده و درجا زده توی حالا این ناحیه و بعد از تشکیل یه رنجی شکسته شده به سمت بالا. خب الان اینجا ما یه رنج، معمولا حالا من خودم الان محدودای رنج رو این شکلی مشخص میکنم تا ببینم جایی که دقیقاً شکسته شده کجاست. خب این ابزار رکتانگل رو انتخاب میکنیم، رکتانگل. خب میگیم که آقا اون سقف و کفی که رنج تشکیل شده کجا بوده در اصل. نکنید سقف، ببخشید میگم کف رنجمون آقا اینجا بوده، سقف رنجمون هم کجا بوده. این آهنربا رو خاموش کنم. خب سقف رنجم آقا اینجا بوده، الان اینجا کف رنجه، سقف رنجه. جایی که آقا از این حالا مستطیل زد بیرون، اونجا جایی که رنج ما به اصطلاح شکسته شده و حالا اینجا روند صعودی شده، که بعدش حالا ما توی برگشت قیمتی میتونیم حالا یه معاملاتی رو توی این ناحیه‌ها بگیریم توی پول بکش، حالا ببینیم برخورد داشته بشه یا نه. آره نگاه کنید الان اینجا رنج ما شکسته شده. حالا این مبحثی هست به اسم اوردر بلاک، حالا تو آینده میگیم. اینجا الان اوردر بلاکشه، حالا ببینیم واکنش نشون داده به این اوردر بلاک یا نه. اگه این اوردر بلاکش باشه حالا انگار این ردش کرده. بازم اگه مثلا اینجا تاییدیه گرفتیم میتونیم وارد بشیم، الکی نمیشه روی این اوردر بلاک همشون وارد شد. اگه مثلا اینجا تاییدیه بهمون داد میتونستیم وارد بشیم. ولی در کل اینجا رو الان شکسته اینو این رنجو بعدش پول بک زده، برگشته به اون محدوده و از اینجا رفته بالا ولی هم که دیگه ردش کرده. خب این از انواع روند صعودی، نزولی و خنثی. ولی این مبحث آخری که بود در مورد موومنت و کارکشن صحبت کردیم. خب ببینید موومنت یعنی حرکت اصلی داخل روند، که
حالا به غیر از موومنت مبحث دیگه هم هست به اسم کارکشن میشه همون استراحت داخل روند. حالا این موومنت و کارکشن معمولا توی همون روندهای اصلی ما هستن، یعنی روند سوری و نزولی، کاری روند خنثاش نداریم. خب حالا بریم اول تو روند سوری این موومنت و کارکشن رو مشخص کنیم که در موردشون گفتیم چجوریه. توی روند سوری اون حرکت اصلی، اون موومنت باعث شکست سقفی میشه. خب و تو روند نزولی هم گفتیم اون موومنت باعث شکست کف میشه، کف فعلی ما. خب این از این موضوع. بریم چند تاشو مشخص کنیم اینجا. این ابزارمون ابزار پس. خب ببینید تو روند سوری اینجا الان یک موومنت داشتیم. چرا این موومنت؟ چون این الان باعث شکست سقف شده. این سقف فعلیمون بوده، کار این شکستش. خب کالا باعث تغییر روند به سوری هم شده، از نزولی رفته به سوری. خب الان یه موومنت، اینم استراحت قیمتیه. موومنت کارکشن، موومنت. حالا اینجا دوباره اینو ما الان اینجا نمیتونیم به عنوان یک کارکشن حساب کنیم. میدونی چرا؟ چون الان اومده اینجا یک کفی رو برای ما زده. نگاه کنید توی گفتیم که اگه این موومنت ها خب باعث شکست سقف فعلیمون بشن، خب حالا این مبحث بی او اس و چوک به اصطلاح هست. حالا من تو جلسه‌های بعدی حتما در موردش میگم، ولی حالا اینجا میخوام یه مقدمه ازش داشته باشید. ببینید یادتونه گفتم مثلا این روند سوری و نزولی حالا تا یه جایی ادامه دارن، اینم همونه. نگاه کنید الان اینجا روند سوری بوده. چرا روند سوری بوده؟ چون داشته سقف و کفای بالاتری میزده. الان اینجا سقف بالاتری زده از این سقف قبلیش. خب ولی الان اینجا چی شده؟ اومده یه کف پایین‌تر زده. الان اینجا روند نزولی شده. حالا ما این رو به عنوان کارکشن حساب نمی‌کنیم، اینو به عنوان یه موومنت حساب می‌کنیم. البته که درسته فیک بود و دوباره روند بازم برگشته. حالا احتمالاً گیج شدید، ولی توی ویدیو بعدی حتما نمایش بیشتر صحبت می‌کنم. مبحث بی او اس و چوک یا همون چنج اف کاراکتره. خب اینجا الان یه موومنت دیگه چون باعث شکست سقف شده. اینجا الان یک کارکشن، اینجا الان نتونسته بره، باعث شکست سقف قبلیش بشه، پس اینم هنوز کارکشنه. این هنوز کارکشنه تا اینجا الان یک موومنت جدید برای ما ثبت کرده، یک کارکشن. دوباره اینجا یه موومنت، یک کارکشن. بریم بالاتر، اینجا دوباره یه موومنت جدید، یه کارکشن. الان هم هنوز نتونسته بره آقا اون موومنت جدیدش رو بزنه. الان اینجا طلای جهانیه که فعلا بازار بسته است. اون توی روند سوریش، تو روند نزولیش هم همینه تقریبا. فقط این موومنت باید باعث شکست کف فعلیمون بشه. اگه هم سقف زد که میشه همون چنج اف کاراکتر که بهتون میگم تغییر رونده. خب بریم موومنت کارکشن اینجا رو مشخص کنیم. یه موومنت، یه کارکشن. موومنت حرکت اصلی. حالا اینجا بد کشیدمش. آره پولیش باکش. اینجا موومنت بود، یه کارکشن. اینجا موومنت، اینجا الان موومنت حسابش کنیم. چرا؟ چون باعث شکست سقف شده. خب تو روند رنج هم که آقا این موومنت کارکشن ها رو نداریم و همین دیگه. خب بحث دیگه این نبود. خواهشان برید همه این چیزایی که حالا توی این جلسه و جلسه قبلی گفته شد و حتما تمرین کنید تا قشنگ دستتون بیاد که کندلا چه شکلی هستن. کندل سیگنال بار رو تاییدیه رو تمرین کنید. حتما روی روندا کار کنید، انواع روندا رو مشخص کنید برای خودتون. این موومنت کارکشن رو روش کار کنید و حتما اگه سوالی چیزی داشتید حتما داخل کامنت های این ویدیو بگید بهم. حالا داخل کانال تلگرام هم هست که اونجا میتونید به آیدی خودم پیام بدید داخل تلگرام و میتونم به سوالاتتون پاسخ بدم. خب دوستان تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.